امروز میخوام این قالب سیلیکونی ظریف رو بهتون آموزش بدم با همون سردیس کوچیکی که تو ویدیوی قبلی آموزش دادم. ما اینجا اون قطعه یا حالا مجسمه که داریم رو با چسب میچسبونیم به یه سطح مقوای محکم و با یه مقوای دیگه براش دیواره درست میکنیم که سعی میکنیم از هر طرف حدوداً 0.5 سانتیمتر با اون قطعمون فاصله داشته باشه. توی مرحله دور تا دور مقوا رو چسب حرارتی میزنیم تا قالبمون کاملا ضد آب بشه و اون مایع سیلیکونی ازش رد نشه. مایع سیلیکون معمولا نسبتش 1:1 که روش مینویسن. ما اینا رو خوب با هم ترکیب میکنیم و بعد میریزیم روی قالبمون. سعی میکنیم از قسمتی که خیلی جزئیاتش بیشتره و ریزتر هست و اولویت ما هست شروع کنیم. مثلا توی این قالب ما بینی، چشم و لب اولویتمونه. از همون وسط به آرومی میریزیم تا کل سطح رو بپوشونه. بعدش میذاریم چند ساعت بمونه تا کامل خوش بشه. قالبی که ساختیم رو بازش کنم ببینیم چطور شده. از گوشه هاش به آرومی قالب رو سعی میکنیم شلش کنیم و اون قطعه رو از قالب با دقت زیاد بکشیم بیرون و جداش کنیم. ممنونم که ویدیو ما نگاه کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و خیلی خوشحال میشم که حمایتم کنید تا بتونم بازم براتون ویدیوهای مفید بذارم.